جناب دکتر، ما با کتاب‌های زیادی شما مطلب‌ها یکی درباره شما نوشته شده‌اند. همچنین مصاحبه‌های بیشمارتان شنیده شدیم و از جمله با یک کتابی که نام دارد مکتوب‌ها گپ می‌زنند و تمامی مکتوب‌هایی که با ساختارهای گوناگون سر کرده از ناحیه تا شهرها و وزارت اداره‌ها و دستگاه پرزیدنت. در همین میان برای من یک مکتوبی بسیار جالب پیش رو آمد. این مکتوبی شما بود به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی که در آن شما اشاره میکنید که همچون اکستراسنس شما همین بیماری کووید را پیشگویی کرده بودید و میخواهید که رئیس کمیته شما را قبول کنند و با میان روی آن کس شما با پرزیدنت همین مسئله را در میان گذارید. حالا من پرسیدن میخواهم که زمینه انمون پیشگویی شما از کجا بود؟ البته زمینه من از آن که من در 160 کنگرس های بین الخلقی اشتراک کردم و هر سال ویروس میبیاد. این به واسطه یک نمود ترساندن مردم هست. آدمایی که وقتی که میترسن حتما از بیماری از ترس میمورن و من در صفحه یوتیوب خود ویروس ترک در اونجا هم گفتگی هستم که شما دعوت کنید تمام کارگرای سازمان عمومی جهانی تندرستی وزیرای تندرستی اسنگ ما بحث علمی کنیم که همین بیماری تبابتش آسان هست، نه که آدم‌ها یاد دادن نکنن. برای همین من 2 مرتبه در کمیته امنیت ملی بودم و با جانشینشون واخوردم و یا گفتن که این وظیفه ما نیست با ملاقات با پرزیدنت تشکیل کردن، این وظیفه راهبری دستگاه است. البته من همه دیستانسیا و مکتوب نویسنده نه که تا امروز من نه راهبری دستگاه نه پرزیدنت ملاقات علاهیده کرده نتونستم، چون که با پرزیدنت من بسیار واخوری ها داشتم در همچنین اعضای سویت نزد پرزیدنت افشی سویت شورای جمعیتی بسیار برآمد ها کرده بودیم، دستفشانی کرده بودیم، بسیار چیزایی، نه که اون چیزی که من میخواهم اینه باید که من فهمونده توانم. و از بین همه قدر سروزیرها که در طول همین 30 سال من میشناسم جانشینای سروزیر شدن، همین عظیم ابراهیم از بین اونها یکون شخصی که من در کابینتش قبول کرد و 1.5 ساعت ما صحبت کردیم. وقتی که جناب دکتر ما البته سری این موضوع برمیگردیم، مثلا تنظیم مکتوب ها، خب دسترسی به مقامداران دولت، سری این قسمتی دیگری صحبتی ما خواهد بود. اما حالا ادامه میدیم همون موضوعی وابسته به کووید که امروز باز هم مثلا دنیا رو از نو به تشویش آورده است. خب حالا شما گفتید که این از یک جهت ویروس است، حالا که بحثا در این باره خیلی زیادند که مثلا اون میتواند باکتریا باشد یا نه، در حقیقت اینجا ویروس. من همینجا 7 کتاب آورده موندم درباره ویروس ها، چون که آدمی که معلومات دارد و یک چیز فهمیده میتواند. خوش برای همین من یک سیستم ساختم، سیستم طبابتی. اگر مردم دستگیری کند از طرف حکومت تمام بیمارا شفا مییابند. داروی رقم 1 این آب هست، نوشیدن آب. مثلا وقتی که آدم بیمار میشد، حرارت بدنش بلند میشد، از حساب حرارت بدن بلند شدن عرق میکند، آب بدن کم میشد، خون میچسبد، میففتد. و برای همین من کتاب نویسندگی هستم، آب از طلا قیمت. شخصا جناب عالی 2 کتاب من خواندگی هستن، آب از طلا قیمت و فیرولا. حتی که ملاقات داشته بودیم در نمایشگاه، از دست من وقتی کتابخونه ندارم، نه که این 2 کتاب رو میخونم گفته بودم. انا چیزی دیگر تکنولوژی نفس کشیدن، آدم‌ها که نفس که نمیرسد تیز بیماری به گرفتار میشن، میففتن. نفس یک نفس است، انسان میمورد. یعنی قوی کردن یعنی اینجا متد بوتیکا. مثلا خواهید من در حال میفهمم که بین قطع نفس میگیرید، کمی داشته میسته 10-15 سکند دهان قطعی بوتون میبرورید، برآمد دیگه نفس نمیگیرید. میتونه تا 1 منوت نفس نگیرید. دوم این نساس منه 6-7 مرتبه نفس میگیرید، 1 بار میبرورید. اگر این آدم ها یاد گیرد
تیز سلامتیش برقرار میکنن. خوش من به واسطه خودم که فشار بلندی دارم هر شب فشارم چک میکنم 180 200 همین مشقای میکنم به دارو میفرود 140 میشد بعد خواب میکنم چون که شب آدم خواب کنه فشار بلند شود میزند سکته مغزی یا سکته دل میشد میمورد. برای همین مردم یاد دادن در کار. چیزی دیگر حرکت مثلا آدم ها حرکت نمیکنن از خانه نبراید از خانه نبرمدن الکی این مردن به تیاری دیدن یعنی برای چی من از خانه نبرم حرکت که قطع شد حرکت خون جوایران میشد آدم ها میمورن. برای همین در سیستم سالمگردانی با اصول دکتر طاهری هر روز باید آدم ها 5-7 کیلومتر راه کردن. آدم طبیعت تبابت میکنن طبیعت برون. مثلا در آسایشگاهی که در ناحیه عین من ساختگی هستم 10 سال تمامی بیمارها وقتی که میبیان من میگم ماسک گیرید نباشه من جریمه میکنم. ضرر ماسک من میدونم و آدما از ترس میترسن بعد بیماریهای دیگر رو گرفتار میکنن. یکی از پیشنهادهایی که شما با وزارت تندرستی کرده همین است که گرفتن ماسک یا نقاب. خب ببینید از یک جهت شما در این باره صحبت میکنید که این بیماری در حقیقت ویروس است. ویروس که باشد حتما از آدم به آدم میگذرد. پس خب سببی مثلا اینقدر مقابل نقاب برآمدن شما چی است؟ سبب در این است که من تمام جهان با تحلیل کردم. آدمایی که مثلا حتی جراحی که باید جراحی کنن 3 ساعت 5 ساعت با کسل‌های شش گرفتار میشن و همون نفسی که شما میبرید برعکس در اونجا با ذره‌ها میکروبا زیاد میشد با ارگانیسم داخل میشن. من نمیگم که ماسک نگیرم. ماسک در همون حالتی که آدم یکمش بیمار باشد باید که خودش بیرون نبره. دویمش اگر برآمد باید نقاب داشته باشد که بیماری و کمتر پخش شود. و این اساسا اگر هم تو تحلیل کنید از کجا پیدا شد. وقتی که گفتن در همین چین همین بیماری پیدا شد من اولین پسیکوتراپیوتای جمهوری در زیر تاثیر هیپنوز آدم تلقین کنید غلطیده مردنش هم ممکن. اما آدمایی که انا ویروس اومد هم خیلی غلطیدن این آدمای ترسوندن. این گروهی آدم‌ها هستن که دو نمود آدم‌ها هست در دنیا سازنده و ویران کننده. این شخصانی ویران کننده همین چیز ساختن و از آن جمله من در 160 کنگره‌های بین‌المللی اشتراک کردم که اکادمیک نمایشگاه اینجا اکثرش منبع هست. علمی سطح جهانی تمامی دوره سیوز با همه زیر نظارت همین کار میکنن. گفت که این خیلی بیماری نیست هپاتیت اسپید. این یک گروه علما فکر کرده برآمدگی چه پول کار کنن. همین مردک دو کنگره بین‌المللی که 800 نفر زیاد آدم بود اشتراک کرد. گفت که چی به من سود به ندادم برای که من میتونم خودم حمایت کنم فهمونم که این در زیر شور انسان برنامه که موندن و پیدا میشد میموره. برای همین بینید علاقه بیماری که پیشتر هپاتیت بودن باید تیز میموردن نموردن. سپید بعد 1 سال میمورد گفتن 17 سال در شهر سن پترزبورگ داشتن بین خودشون زن و شوهر شدن نموردن. یعنی این تاثیر روحی انسان برسانیدن. و از اون جمله من برای نقاب با چیز دیگه گام میزنم که وقتی که در آسایشگاه یک نفر از مچهای کوی اومد حرارتش بدنش سینو میسولفید. همین چخیلی که گویم تماما همون نشانه های کرونا ویروس بود و اتاق من با در اومد من به ماسک میشنم ما سلام کردیم. بعد فهمیدم که همین حالت ممکن من هم میگذارید نه که من باید خودم حمایت کنم. گفتم برادر رفته ماشینت بشین و ماشینش برات کارمندام گفتم که 1 استکان سوده تیار کردید یک قاشق سوده در یک استکان آب. تو من دورو خط تیار کرده نویسوندم که بچه‌ش اومد که پدرم کمتر بهتر شدم با یک دیگه همون دورتون تید و کارمندهای من همه تحلقه و افتادن که این کسلی کرونا ویروس ما میگذارد. من گفتم نترسید تو نمیگذارد. من حتی فقط دستم همون آبی چشمکت شستم و حمایه پسیکولوژیکی دارم نگذاشت. بیگاهی روز همین مردک تلفن کرد بعضی داروهای نوشتم حرارت پس میکردی. دکتر رحمت گفت من خیلی نقش شدم. نه که بینید قریب 20 نفر 15 نفر گرد اطراف دیگه واهمه و افتیدن که اونجا با نروید همین خیلی بیمارم دیگه شما با میگذارد. واقعا شما در همین 2 سال بیماری به همین مانند یا خیلی همین کووید یکم بود گرفتار نشده؟ من خود کووید نیو وقتی که سال گذشته ماه ینور آمدم
من از خوردی بیماری‌های زیاده گذراندم 2 مرتبه در حالت مرگ کلینیکی بودم از اونجا مالاریا بیزکاک بودم قریب همه کسال‌های گذراندگی بودم و وقتی که تحلیل خونی کردیم سویم بود خیلی بلند بود در گرده و روح‌های شدن یعنی که سنگ بود بعد 2 روزش با گنده‌ایست کردم خودم رفته کتیر کردیم گفتن که 2 طرف شوشتون آب گرفتگی همه منو مجبور کردن که بیمارخونه به رفته خواب کنید که شما میمورید من گفتم من تا 100 سالگی من نمیمورم چون که من خودم برنامه ساختگی همگی 5 روز مصلحت کردم یک پروفسور خطی یک آنتیبیوتیک تعیین کرد همونو گرفتم و دیگه از روی سیستمی که خودم ساختگی هستم سودا نوشیدم اکتیویرین اوگل نوشیدم پرکس و درات آب زیاد نوشیدم مثلا اگر از روی وزن من 1 کیلو وزن 30 میلی لیتر آب باشد من 2.5 لیتر نه تا 5 لیتر آب نوشیدم چیزی دیگه که با من ناز کرد حقنه کردن یعنی شستن روده ها زهرای بدن تیز برآمد دوام 10 روز به من تماما شفا یافتم یعنی شما با هر صورت فکر میکنید که این از زیر شعور انسان وابستگی کلان دارد و همین برادر من خدا رحمت کند گلنظر کلدی ما 20 سال زیادتر من همراه بودیم بیمارای اونکسی میدونم در مرکز کاردیولوژی من کار میکردم خواب کرده بودن دیل معده روده جگر ادنوم همه بیماری ها بود وقتی که فهمیدن کرونا ویروس علاقه همه آدمای تحلق می‌کنند که انا و آدم کرونا ویروس بود برای همین اینجا باید که ما بحث‌های علمی کنیم مثلا وقتی که من در اکادمی فنها فرهاد رحیموف دعوت کردم 30 نفر اکادمیک‌ها بودن اونجا من به نقاب برآمد کردم فهمونده دادم من گفتم که ما باید پیشنهاد کنیم به جناب عالی وقتی که ما گوش کردن دستگیری کردن نقاب از بین برداشته میشه این سیستمی کی میکنه وزارت تندرستی مثلا در یک جلسه که در وزارت تندرستی من جگزدن آنلاین با سردکترها صحبت کردیم آنلاین من همون صحبتی متد خودم تشکیل کرده که گپ زدم بعد وقتی که در گفتم کی بود 1 سال شد 1 سال 1.5 سال شد روزش یک بار سوال داده یادم نیست بعد جانشینی وزیر در قوتم شد ماسک ضرر دارد گفته بودم که دستم یک تا زده گفت که انتو نگو علاقه عکس بازی گفتن علاقه بیزنسی ماسک هم مرد درباره واکسن چی فکر دارید من درباره واکسن نکردم نمیکنم و اینم یک تلقین کردن هست خودی که همون کارخانه‌ای که واکسن میبرن بین خودشون ضدیت علاقه ایناش میگن موضوع در واکسن ما گنده نقص ایناش مثلا بعضی بود که از واکسن 10,000 آدم مرد من همه اولین مرتبه در تلویزیون طبیعت علم و طبیعت برآمد کردم یک جوان سالی مراجعت کرد که من واکسن کردم 3 روز تمام ادارم گذشت دیگر شدیم چیزی که پرکتیس که با من خوش این هم باید که ما بحث علمی کنیم برای پول آدم‌ها هر کارو میکنن نه که پول سلامتی نزد میکنن با پول آدم‌ها چیکار میکنن ماشین میخرن سمالیات قصر 2-3 زن میگیرن نه که سلامتی نزد کردن نمیتونن دکتر ببینید شما درباره واکسن خب چون گفتید که بحث علمی باید شاید ببینید خیلی طبیبای دنیا مثلا هنوز سرچشمه بیماری کووید 19 را پیدا نکردند من تبابت پیدا کردم خب در تبابت من تمام اگر در همین زمینه مثلا با وجود آوردن هر گونه واکسن ها تا کجا میتواند تاثیرگذار باشد تاثیر مثلا در یک ولایتی روسیه به جای همون واکسن آب دیستیلیرون اوکال کرده گفتن که این واکسن هست زیر تلقین به باوری کرد نقش شد یعنی که آب ضرر نداره آب بهترین دارو هست این رو همچون تجربه کردن تجربه در روسیه این کارو گرزوندن این چیز خطی برای همین ما باید که از جهت علمی اثبات کرده توانیم صحبت کرده توانیم البته من این کتابی که من حاضر آوردم اینجا درباره خلیر و مثلا چومه و دیگر این بیماری ها واکسینه های یافتن چیزا یافتن از جهت علمی اثبات کردن نه که ویروس هوا تغییر یابنده هست ویروس ها تغییر مییابند من همین یک چیز گفتنم که خدا رحمتی غلاموف روشن شد شود گفتم پسرم همین
کسل‌های شیزوفرنی کلینیکش تغییر شد بعد جنگ چون که جنگ دیگه خیلی نشانه‌های داد این ویروس هم از تاثیر باد هوا تغییریابی اقلیم زیاد دارد مثلا همه شخصیت‌ها که طول همین اوج ویروس بود نزد ما اومدن تست خودشو نقص کردن باورش شد دوشان حاصل شد چندین پروفسورها هم اومدن که مخصوص ارگانیسم دیگر چیز بار دیگر میگم دوره یکم نفس خانم شما در همون دوره مثلا ببینید ما همگی دو روانشناس بودن که زود مردم تا اندازه توانستن آرام کنن مثلا هم تعلقای مردم بکنن یکیش بود مریم دولتova و دیگر این ایرانی اولایی که شما مثلا در همون دوره چرا نخواستید ترقی من خواستم لیکن از طرف تلویزیون پیشتر آدمای قهرمان معین کرد دعوت میکردن در تلویزیوری خوش جهانما نه پایتخت جهانما هم برآمد کردن در اینجا هم برآمد کردن لیکن من در شهر خوجند تلویزیون تنین هست 20 زیاد برنامه‌های من هست من برآمد کردم چیز کردم آب دری خانه خیره قبلا مثلا من خودم در همین تلویزیون سفینه یک برنامه ساختگی بودم دوره زیور دولت بابا خودم برنامه میبردم خوش اینکه آدما منو دعوت نکنن من رفتم منو جیغ زنید من تلویزیون برآمد کنم این تماما نادرست است مثلا سال 19 من در مکدونیه بودم وقتی که منو دعوت کردم من 2 مرتبه 2 ساعتی برآمد کردم و آنها همین تمام کتاب‌های منو گرفتن درباره کتاب آب گپ زن گفتن درباره کتاب طبابت رگ درباره اگر در جای ما این گپ زنید رکلام پول میگم نه که در همین مملکت داروهای من حتی فیرولا زم خصوصی طبابتش من اینفورماسیون دادم مردمی اونجا فهمید منو دعوت کردن که با من روم نه که سن سال رفتگی من حاضر بسیار حرکت میکنم که جایی که زبانش نمیدونم من زبان مکدونی نمیدونم ترجمان گرفته رفته بودم برای همین سیستمی معارف سیستم تندرستی من پیشنهاد کردم که باید 50% تغییر دهیم خب ببینیم برمیگردیم سری اون پیشنهادی که شما به حکومت داشتید وابسته به مثلا تشکیل نمودن درس‌های آب دوایی باز گیاه دوایی و مثل این خب ببینید وزارت تندرستی هم در پاسخ گفته است که همین شکل‌های درس مثلا همین گونه برخوردها تا اندازه جاری شدند شما رو چی خانه نمیکنن مثلا البته مثلا وزیر تندرستی تمام سردکترها گفتن که دکتر دستگیری کنید ترینینگ هاشو گرزاند داروهاشو خریده گیرید این یعنی که دهانی گفته شد خطی نه من از بیمارخانه استقلال دیاگنوستیکا رادوم یکم میدگردوک همینجا به گرزاندم تمام دکترها چیزای عادی استفاده نمیبرن یا که نمیدونن یعنی که یک همین طرزی حقنه کردن حقنه این به واسطه سبب مرگ انسان در اشکمش هست گاز جمع میشد افلاسی نمیبراید همین تازه کردن یاد گیرن اکثر بیماری ها شفا مییابند من وابسته کردم به مرکزی زوش بردم تمام کتاب هامو دادم فهمه دادم عملی نشد وزیر گفتم که 2 تا عدلینیه همین متدی منو جاری کنید من نظارت دارم دکترها با یوتیم همین متدی منقطی کار برن بیمارا شفا یابند با مقایسه کنید که چی هست چی نیست مثلا اون برنامه ما از طرف پوتین در روسیه دستگیری شده که سال 2019 2024 پیلوت کار رفت است یعنی که این آموزش از مکتب سر می شد وقتی که بچه مکتب نسبتی سلامتیش تصورات پیدا کرد خودش حمایت میکند هر یک بچه که مکتب میره دوام 5 ساعت باید نیم لیتر آب نوشد آب بدن دائم در گردش هست آب کم میشد سبب پیدا شدن سنگم کم شدن آب مردم چیزی عادی نمیدونند میگوید من دلم آب نمیجوشد من 50 سال سابقه کاری دارم از آن جمله 10 سال در قربالا کار کردم و زیاده از 2000
odamı ki memurdan rafta çok kardı ve دیدم با چشمم تجربه کلانی عملی دارم که در عمل بعد بسیار شهرها بود 1 سال ایران با کار کردم دبی با تمام روسیه با همه همونا ما تجربه گرفتم امروز در صفحه اینترنت بسیار می‌نویسن که چرا اکادمی دکتر طاهری رو تشکیل نمی‌کنن چرا مثلا همین چیز تشکیل نمی‌کنن وقتی که از جانب حکومت دستگیری شد من تیار هستم که دانش ما آموزانم دانش ما من گرفته قبرستان رو نمیبرم بسیار آدم‌ها بخیلی میکنن نمیفهمن این سکرت همه سکرت ها کجا در اون دنیا در قبرستان خب شما گفتید که بعضی از نمونه‌های کارهای شما به طور پیلوتی یا نمونه‌ای در روسیه مثلا عملی میشن چرا همین کارا مثلا در تاجیکستان در زمینه انواع صنعت‌هایی که شما دارید کردن ممکن نیست من حاضر مثلا پیشنهاد کردم که همین بعضی طبابتی شود دکترها برای چی مرسودن برای اینکه پریوتاملین یعنی مونده میشون وقتی که 2 روز 3 روز بیمار از بیمارخانه نبرد ارگانیسم ضعیف میشد ایمونیتت پس میشد پیشنهاد کردم که همین آسایشگاه همچون بعضی طبابتی آموزشی برای دکترها شود که آماده 10 روز هم طبابت گیرن هم من دانشم آموزانم یاد گیرن با رفته دیگرها آموزانم نه که دستگیری ندیدم دستگیری در کدام شکل ندیده دستگیری برای که باید وزارت جیغ میزد همش مینویسند ما خود ما مثلا تیم شرط داریم این داریم نه که صاحب کار دستگیری نمیکنه اینجا در روسیه مثلا تمام مکتب‌ها با قریب 20 ولایت با برای پیشگیری بیماری‌های جوغر کمخونی خوش کرم‌ها همین چای طبابتی میتیان پدرشو $5 میتیان مکتب‌ها با من سید نورالدین که سال 2012 همین پیشنهاد کردم اون کس کجا به زنگ زدن دستگاه به من گفتم برادر وظیفه ما تربیت کردم طبابت نی من گفتم خیلی شما تربیت کردید تا صفی 5-6 به مرد بین وزارت های ما و هماهنگی نیست من اینا قریب هر یک برآمدام میبینم که منظور میگفت وزارت تندرستی گیاهشناسا کوها میگفت گیاها اما مؤلف میتیم باید ما یک سیستمی خوب کنیم که مردم عمرش دراز شود اساسا مردم ژاپنی بینید برای چی دراز عمر هستند گپای عالماشو گوش کردم مثلا همین من 160 کنگرس های بین الخلقی و از حساب مبلغ خودم رفته اشتراک کردم علمای سطح جهانی خیلی شناس شدم آموختم اومدم که همین مکتب یادیم وزارت تندرستی یک نفر میفرستند مثلا $3,000 میتاد مسکو میرد میبیاد و تماشا میرد چون من عیناً همه حالتی دیدم یک نفر که برادر در همون کنگرس من بودم من گفتم چی من توی ندیدم اما رفتیم قید کردیم تماشا کردم اومدیم دیدید انا خیلی چیزاش هم هست برگردیم سری کارهای عملی که شما کردیم مثلا وزارتی امروز چند نامگی داروهای شما در ایستاده است؟ من اصلا از سال 2000 جمال‌الدین منصور جانشین سروزیر بودن دعوت کردن و در نزد کارخانه علمی جنگل کارخانه علمی استحصالی سخاوتی طبیعت شدیم افضل دیرکتور بودن من 10 نمود چای اختراع کردم چای طبابتی خوش چای برآوردیم من از بانک دولتی $30,000 خانه خودم گرند مونده پول گرفته چای برآوردم اونو گفتن دستگیری میکنیم وقتی که پرآوردم چای هیچ کی نمیخره من گفت که یک ماه دیگه اگه فروخته نتوی پول نتی خونه ته میگیریم من با نزد جمال‌الدین منصور پر رفتم و یا الیومینی زواد سابق دیرکتور از یورمات فکر من خیلی آدم بودن اون کس گفتن که هر یک کارگر تو اونجا 15,000 کارگر بود دو تایی چای دکتری میخرید ما چای بردیم دادیم و یا پول بانک بگذاندن من از بانک خلاص شدم یعنی حالا من یک کتاب نویساندم پول دادم درد سر خریدم چون که این همش ریسک بعد چای آسته آسته دیگه خیلی برآوردیم بعد جانشینی ولی چه مردم نخریدند حالا خلق تیار نبود نمیدونست گیاهای خیلی استفاده بردن اکنون آسته آسته این چیز پیدا شد من دویم وزیر اقتصاد بودن عظیموف اون کس گفتن من یاردم میکنم پارتنر میشم یعنی که همین بینای و مغازه خیرخوم و یا بینای دادن من در اونجا یک پارته چای برآوردم قطعه خوب نقش تیار کردیم همین چیزای برآوردیم هاش مبلغ بزرگ نبود
من مثلا همین یک خوبی کارم هست که همین درسی میرم بیماری قبول میکنم کمتر درآمد میگیرم مثلا سالهای قبلا یک قبولی من $50 بود $100 شد عنوانهای علمی که گرفتم از $200 درسی هست حساب میانه 3-4 نفر قبول میکنم چون سن سال رفتگی آدم خسته میشه بیماری قبول کردم خوش همون حساب بعد من همین چای اینجا برای فریب دادم بردم یک ماه در همون تماجن خوب کرد تماجن گفت که $3,000 میسپارید بعد شد من گفتم چاپا کن فریستون تاجیکستان گفت که این خیلی گپ نیست بعد خیلی با همون آدمای سیستمی تماجن و توبت کردم اونا یاردم کردن 1000 قطعه چای بی پول دادم بعد یک توصیه دادن که همین بیمارخانه و همین چایات بی پول ده من 10 بیمارخانه های رسیب و همین چای برده دادم برای کار علمی حساب کنید 10,000 قطعه رفت دیدن فایده کردم بعد بیار گفتن که اخلاق گفتم شما همین پول رسخاتای آماده که من تیتو همین قطعه چای های من در رسه اعتبار پیدا کرد و حالا اگر ژورنال میر زروی بینید تاجیکس که دکتر پریویوز و رسی چای سکریشی میره اکن اینجا یک چیز که رسی گیاهاش بسیار نه که گیاهای ما قوتی تبابتش خیلی بلند حتی رسیانات من با سوال دادن که فرقش چی چای شما انجام من گفتم که برای که در رسه دایم بارون نمیگیری برای چی دوام ندادید مثلا همون بردن چای ها رو به رسیه اگر در اونجا بازار یافت نه و بازار یافت من مبلغ ندارم مبلغ زیاد نمیگیرم چون که مبلغ زیاد میگیرید از بانک یکم پارتنر نیافتم بعد دیگر چای برآوردن قطع کردم چون که این مهنت طلب میکند حاضر لیسخوسو هم جدا شد هر کس زمینای خریده گرفتگی گیاه جمع آوریش قین یاد دادم مثلا حاضر امان چای هست شفا چای هست همه آدمای دستگیری کردن من راهاشونو فهمیده دادم همینا برارسن به هر نوش در کلوب در چیز نهایی همین چیزا عملی شد اینا باید که از تجربه کاری من استفاده برن کنن همین چیزا خب ببینید راهی حل همین مسئله را چگونه می‌بینید مثلا در اونجا پیشنهاد دارید که جمع آوردن مثلا همون علف و گیاهای شفا بخش از طریق مثلا مکتب بچه ها و از هر دهه یک نفر مثلا حدودی 65,000 نفر گفتید با جای کار تامین میکنید بله خب کدام راه حاضر ببینید همون گونه‌ای که گفتید الله که ساختارها گوناگون شدن تنظیم و این چیزا وجود ندارد راه حل اگر چی میبینید؟ راه حل من چندی مراتب پیشنهاد کردم که هر یک ناحیه باید در سیستم ساختار خارجی قشلاق یک نفر بیولوگ گیاهشناس گیرن که همون ناحیه گیاهش آموزد که چقدر ذخیره دارد آدما حاضر میگن تاجیکستان زیاد ذخیره دارد نه که حیوانات میخورد باید ما سالهای پیش پلانتاسیون یعنی زیاد کردن در پامیر چندی سبخاس‌های تشکیل کردن در شهر نفت تشکیل کردن این گپ هوایی خطی نمیشد همین کابینتی که شما شتگی به از ژاپن از ژاپنیا 3 نفر آمدن نزد منبع اومدن از همین کتاب‌های من اینجا کتاب‌های گیاه درمانی زیاد 5 تاشو گرفته برده از روسی به انگلیسی ترجمه کردن همراه من کوههای زرافشان برفتن 3 روز گشتیم و خودشو اینجا عکساش هست منبع و تمام تاجیکستان گشتن ذخیره آموختن در قبادیان آمده همون زوادی کارکرد شیرینبیه موندن چون که آدمای ما میگن ما داریم نه که اینا قانونی دیدن در کار چی ذخیره دارد چی ذخیره ندارد انا برای هوای حاضر پلی فابریکات از قبادیان میبرن در ژاپن دورو تیار میکنن من شخصا یک تا همون دوره همون از قزاقستان خرید بودم $100 با حالی که 1 کیلو گیاه ما $5 میخرن 1 کیلو ممکن $1,000-2,000 باشه برای همین ساختار من چی پیشنهاد کردن هستم خیلی چند مراتب ما دعوت کردن هم صحبت کردیم اکادمی فنها با گپ هست عمل نیست برای عمل شدن باید مثلا این من فکر میکنم که وظیفه جانی اکادمی دولتی ملی تاجیکستان است علمای تاجیکستان است برای چی مثلا اونا با چی دلیل رد میکنن همینا در حالی که مثلا از جانب پرزیدنت هم دستور بود که وابسته به تشکیل نمودن مثلا داروهای محلی و این چیزا ما چند مرتبه دعوت کردن حاضر یک اطلس گیاهای شفابخش تاجیکستان تیار کردیم برآوردن لیکن اساساتی ما علاقه
мо бахши мо дар Помир ҳаст аз фонди Оғохон дастгирӣ шуд ҳамин Давлат Маҳмадов Ширинбек ҳамо атласе баровард як шахс баровард ҳо чизи дигар мана инҷа ферула шумо дидед ман соли 2008 дору ихтироъ кардагӣ бо номи ферула хит доктор Тоҳирӣ аввалин маротиба барои чи ман аз чой ба вай гузаштам ҳамин чое ки ман бурдам як вагон шуд ин чизи сабук объёмаш калон ман ҳамаги 20 кило ширии камола баровардам коғази вазорати тандурустӣ ҳам барои кори илмӣ ҳам барои дору баровардан ин арзонтар меғалтад барои бурдану асоби вай ман дору бурдем институти питани гузашт анализҳои гузашт дар Россия ба қайд гирифтанд дар таркибаш хитозан глютаминовая кислота Россия чӣ хубӣ дорад ҳамин ки ба қайд гирифта шуд справочник лекарственный растения ман ҳамҷо мондагӣ эваларс тамоми 86 области Россия ба паҳн шуд ҳамин баромад гуфта дар Тоҷикистон ахборот нест намерад вазорати тандурустӣ ман тамоми дорухонаҳо медонам мепурсам намедонем аби ман не мана ҳозир вазир мана фармонуша ҳама ҷо рафтам лексия хонсудем не ки амал намекунам ҳама интизори як сухани президент мешаванд ки кай президент аболо гап занад ина хош ана акун дар бори ферула гуфтам ман ферула афғоно омада анҷа гирифта мебурдан $10 як килоша ва дар Ирон қати Ҳиндустон мефурӯхтанд $30 чизи мана ҳозир фароз истифода кардааст ширии камол дар яке аз мулоқотҳо дар ҳамин хонаи маъмули сиёсӣ ман баромад карда ҷаноби волиба гуфтам ки агар мо коркардашо мемонем а 1 кило ҳамин ширии камол ҳисоби миёна $500 фоидаи нақд мегирем ва фаҳмода дода будам дар ҳамон ҷо хай дастгирӣ кунед гуфтам вақт Убайдуллов вай қати будам чанд вохӯриёба не ки дастгирӣ ман як одат дорам вақте ки ҳамон ташкилот мана даъват накард ман инхелин одати нахал мегӯям ку рафта мана инхелин бинед мана инхелин кунед инхелин ин одата надорам хуб бубинед ба ҳар сурат масалан ҳамин ҳодисаҳои 2 соли ахир ҳолати 2 соли ахир нишон дод ки воқеан мардум ниёз доранд ва оно вақте ки бовар карданд ба дору ба табиб ҳатман ба ӯ бовар мекунанд ва ҳамчунин омодаанд ки харҷам кунанд масалан роҳи осонтарини ҳалли ин масъаларо дар чӣ мебинед ба ғайр аз он ки масалан ба президент муроҷиат кардан ман бовар кунед ҳамон комитаи сармоягузорӣ 5-8 проектҳомо додага ҳастам рафтам тамоми ҳамин ташкилотҳо мерам ҳозир ҳатто банкҳо рафта гуфтам ки шумо ман ба маблағ натед партнёр шед масалан ҳамин пуле ки шумо банк мемонед агар истеҳсолот ба ҷорӣ кунед масалан ҳозир ман дар Россия 4 та чиз истеҳсол мекунам ҳамин ширии камол ферула замч ина кваси мегӯд россияно камени масло мегӯд ба креми тарангин креми хушрӯ барои ин ки дар Россия агар илматон бошад ҳар як дари корхонаҳои Россия зада тахта карда дуред мегӯяд ки чито от нас хочеш чем тебе помочь дари корхонаҳои идораҳои Тоҷикистон дуред мегӯяд ака намешавад аллакай код мемонад барьер мемонад кори мешудагӣ намешавад мардум омӯзондан дар кор дар ҳамин замина ман фикр мекунам ман мактубҳои зиёди шуморо дар ҳамин ҷо дидам бештар ман фикр мекунам то андозаи онҳо хусусияти ҷузъӣ доранд хусусияти ҷузъӣ ба кадоман яъне китоб харед аз ман خب با روزنامه آبونه شوی خب یا داروهای من خرید من فکر میکنم که اون چیزایی که شما میگویید خیلی البته زمینه ها و دلیل های قوی باید داشته باشد برای این چیزا فکر میکنم باید در یک شکلی خیلی جدی یک مراجعت خیلی جدی داشته باشد و ما همین امکان برای شما میدیم که با پرزیدنت و مردم تاجیکستان در شکل خیلی جدی که انا همین شما چی میخواهید و برای چی میخواهید یعنی که هدف شما از این چیز مثلا پول کار کردن است یا برعکس مثلا نشان دادن سالم گرداندن جامعه من در مسکو با یک نفر آدم چینا شدم گفت که $100 میلیون پول میتیم 0.1% کتی شب اومده فکر گفتم من این پول گرفته پگه جوابگریش هست چخیل استفاده کردم میتونم نمیتونم آدم تیز میمورد امروز بسیار آدم ها از بانک ها قرض میگیرن قرض در وقتش داده نمیتونن با کسله های
فلج مغزی گرفتار میشن کسری قند گرفتار میشن من زیاد این هورا دیدم مثلا من وزیر صنعت هم وقتی وخوردم پیشنهادامو گپ زدم حاضر قریب تمام وزیرا وقتی وخوردم تمام رکتورا فقط یک چیزی من خرید نه من مصلحت‌های بسیار نزدیکی مثلا من یک کاش اختراع کردم یعنی شابلا ترکیبش از سبوسی گندم ارد جواری مکه و زغیر همین چیز بهترین چیز که بسیار بیماری‌های پوست و دیگر شفا می‌یابند ما روشنای خودمون تیار می‌کنیم کسالو میتیم 15 سوم 20 سوم میشه 10 روز به میرسد اگر همین از طرف حکومت دستگیری شد مردم ما الکه سلامت میمونن چیزی دیگر درباره چای ها گفتید شرط نه که اپتک داروخانه پوشن تمام دهات‌ها با مغازه هست همین مغازه ها با همین چای های اجازتیان فروشن حاضر میگم که نه این چای طبابتی باید امنزرف کاغذ گیرید یا لیسنس گیرید اینجا باریرهای زیاد هست اولین لیسنس در ساحه تیپ فارماکولوژی من گرفته بودم سال 93 من درون اینا پخته ریخته شده آمدم نه که ما متخصصای نغز نداریم که دلشو با ملت سوزد با خلق سوزد آدم‌ها عذاب میکشن از کجا میرن رفته میبیان حاضر سیستم تندرستی یک بیزنسی گنده شدگی در تمام دنیا ما باید که من یک جلسه گفتم که اگر ما زور باشیم در کلیه وزارت تندرستی باید واز در دست ما میشد تشکیلات عمومی جهانی تندرستی بسیار چیزا باید ما بمیشد چون که اساس علم سالم بودن جامعه هست مثلا من روایی نویسنده که ای بیخبران خبر ندارید شما لوج آمده لوج روانید کجا این مال و ملک و زر به کی میماند آخر بروید نزد خدا با یک دعا ما همراه خودمون هیچی نمیبریم که من برنامه تیار ساختگی دوبار حکومت پیشنهاد کردم صنعتی سالم گردانی وزارت ها به رفت حال شما گفتید یک وزارت مثلا برای ساختمان آسایشگاه دکتر طاهری من مراجعت کردم که حکومت وزارت نقلیات در رئیس ولایت از ولایت آمدن معین کردن گفتن 700,000 سامانی 2 کیلومتر راه اسفالت میشد همین سال گذشته امسال وعده کردن هیچی نیست گپ هست عمل نیست من نمیدونم این گپ ها کی خوردنش در کار کی دستگیری کردنش در کار من برای خودم مثلا خواهم حاضر من ازبکستان رفتم اومدم با مدل آلتین میراثی روی کتاب‌های من روی صحبت‌های من نصف مردم شفا یافتند دعوت کردن که بیا ما هر شرایطی تشکیل میکنیم اینجا بیا حاضر آلمان دعوت کردگی مثلا ویتنام به دعوت کردگی نه که اول من میخوام که مردم ما خودش سالم باشد همه آدم‌های دانشمند برآمده من تاجیکستان چی میشن با بیرون میبره تاجیک گفته ما بعد طعنه میکنن دیگر چی میکنن من برای همین میخوام که یک بار همین حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جلسهش شخصا همین برآمدهای من پیشنهادهای من گوش کنن دستگیری کنن من راهش حلش یادیم من با مبلغ در کار نه طرف حکومت فقط من گوش کنن عملی کنن که مردم ما سالم باشد عمری دراز بیند بیمار نشوند